با سلام دوباره به بینندگان عزیز. من شهباز هستم. برنامه امروز درباره تعمید هست. برنامه گذشته درباره تعمید صحبت کردیم. این قسمت دوم می باشد چون که خیلی موضوع پیچیده تر است از اونی که شاید شما فکر می کردید. آیات بسیار زیادی هست مربوط به تعمید و میخوایم ببینیم که خداوند به ما چی گفته توی کتاب. در برنامه گذشته درباره نحو تعمید صحبت کردیم، چجوری باید این نفر تعمید بگیره، تعمید چی هست و که خود عیسی مسیح تعمید گرفت و اونهایی هم که نتونستن تعمید بگیرن، شاید سنشون بالا بوده یا مریض هستن، نمیتونن برن جایی که تعمید هست و خیلی شدیداً مریض هستن، تعمید مسیح به جای برای اونها کافی هست. این خداوند در آسمان تعمید مسیح رو برای اونها قبول داره. ولی اگه تا اونجایی که میشه ما بایستی اگه ایمان میاریم بایستی بریم تعمید رو بگیریم و نشون بدیم از طریق تعمید که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم و از طریق آبهای تعمید اون تجربه رو به دست بیاریم که مربوط میشه به یک سمبولی هست که ما با این آب پاک شدیم و به خاطر گناهانمون دیگه مردیم و به گناهانمون نگاه نمی کنیم و از طریق عیسی مسیح خون اون صلیب اون ما نجات رو به دست آوردیم. پس امروز میخواییم از رومیان 6 بخونیم. رومیان 6 آیات 3 و 4 رو برای شما میخونم. 3، 4 و 5. آیا نمیدانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافته ایم در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شده ایم به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. پس اگه ملاحظه کنید از اینجا کتاب داره پولس میگه، رسول عیسی مسیح داره میگه که ما با تعمید مسیح در آبهای تعمید با اون ما مت شدیم. مت برای چی؟ به چی ما مت شدیم؟ گناه. ما وقتی تعمید میگیریم داریم اعلام میکنیم که من دیگه مردم، دیگه گناه نمی کنم و حالا در مسیح زنده هستم. تغییر جهت. اگه ما به یه طرف داشتیم میرفتیم، وقتی که ایماندار میشیم به یک طرف دیگه داریم میریم و تغییر جهت میدیم. با مسیح ما تعمید گرفتیم و دفن شدیم و دیگه یک زندگی تازه خدا به ما میبخشه. پولس رسول عیسی مسیح خیلی درباره این موضوع نوشته. آیات بسیار زیادی هست، همه‌شو نمیتونیم امروز ما با هم بخونیم، ولی مهمترین آیه ها رو میخوام با شما در میون بذارم که شما آشنا باشید که چی داره میگه به ما پولس. و آیه 11 رومیان 6 آیه 11 نوشته به همین سان شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما در مسیح عیسی نسبت به خدا زنده. پس ما بایستی وقتی که تعمید رو میگیریم، وقتی در آب تعمید فرو میریم، سمبولیک داریم به جهانیان اعلام میکنیم، به کلیسا اعلام میکنیم که من به عیسی مسیح ایمان آوردم و با اون مردم و دفن شدم و حالا همون نحوی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد، ما هم وقتی که از آب تعمید خارج میشیم ما هم یک زندگی تازه رو شروع میکنیم. تولد دوباره. افکارمون عوض میشه. اون چیزهایی که قبلا شاید میخوردیم که برامون مناسب نبوده دیگه نمیخوریم. یک زندگی نو، یک زندگی مفید، یک زندگی مقدس و الهی در عیسی مسیح با روح عیسی مسیح این امکان پذیر هست عزیزان وقتی که تعمید رو ما میگیریم. این میخوام حالا از اعمال رسولان براتون بخونم. اعمال رسولان 2 این موضوع درباره روز پنتکاست هست، روزی که مسیح روحشو به کلیسا داد با قدرت بسیار زیاد و در حدود 125 از شاگردهای مسیح در اتاقی در خانه بالای اون خانه در یک اتاقی بزرگی جمع شده بودند
درست 10 روز بعد از اینکه مسیح برگشته به بهشت هست و این روز خاصی هست، چون که کلیسا اینجا تونست برای اولین بار پیام مسیح رو با قدرت کامل به بقیه مردم که اونجا بودن برسونه و شروع کار کلیسا بود. این 10 روزی که کلیسا با همدیگه در طبقه بالای این خونه گذروندن، 125 نفر بیشتر نبودن. این 10 روزی بودش که هم روزه گرفته بودن، هم دعا می‌کردن و بین این 125 نفر هیچ اختلافی دیگه وجود نداشت. گناهانشون رو گذاشته بودن کنار، توبه کرده بودن و فقط در حالت دعا بودن و از خدا می‌خواستن که قول خودش رو به انجام برسونه و اون هدایایی که به ما قول داده بود، اون هدیه رو روح قدس رو به کلیساش عطا کنه که این اتفاق افتاد. در اعمال 2 خداوند روحش رو داد به کلیسا و شروع کردن با زبانهای مختلف صحبت کردن، زبانهایی که مردمهایی که اونجا جمع شده بودن در این عید پنتکاست. عید پنتکاست یه عید مسیحی فقط نیست، عیدی هستش که یهودی‌ها هم نگه می‌داشتن، ولی وقتی که اونها نگه می‌داشتن این تجربه رو نداشتن، روح بهشون داده نشده بود به این نحوی که به کلیسای عهد جدید داده شد، چون که حالا مسیح اومده، برای گناهان ما مرده و بعد از اینکه رستاخیز میشه 3 روز بعد با شاگردانش 40 روز رو زمین بود و بعد از 40 روز برمیگرده به آسمان پیش پدرش و حالا 10 روز بعد از اون موضوع پدر و پسر روح قدس رو به کلیسا میدن و کلیسا شروع میکنه به کار خودش. خب آیه 37 نوشته بعد از اینکه روح بهشون داده شد، اینجا پتروس یک موعظه‌ای میکنه که انقدر اساسی بود این موعظه، انقدر قدرت توش بود این موعظه که همونجا 3000 نفر ایمان آوردن و مسیحی شدن تو یه روز. 3000 نفر. از آیه 37 میخوام براتون بخونم. آیه 37 نوشته چون پس پتروس ازشون، از کل جمعیت میخواد که توبه کنن برای گناهانشون. بهشون میگه شما مقصرین، شما یهودیان بودین که مسیح رو به صلیب کشیدین، شما بودین که خیانت کردین به خدا، حالا موقع توبه رسیده، هر کی توبه کنه نجات پیدا میکنه. و آیه 37 نوشته چون این را شنیدند دلریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ ما باید چی کار کنیم؟ حالا کلامو شنیدیم، حالا میدونیم. و پتروس بهشون میگه توبه کنید و هر یک از شما به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناهان خود تعمید گیرید که عطای روح قدس را خواهید یافت. میبینیم که میگه که حالا خب توبه کنید، تعمید بگیرید و عطای روح قدس رو دریافت خواهید کرد. اینجا باز لازم هست یه نکته بسیار مهمی دربارش صحبت کنم. اینجا میگه به نام عیسی مسیح برای آمرزش گناه خود تعمید بگیرید، ولی مسیح در متی 28 گفت به نام پدر، پسر، روح قدس تعمید بدید. توی یه مقدار متاسفانه توی بین کلیساهای متفاوت پروتستانت یه کلیسایی هستش که میگه ما فقط به نام عیسی باید تعمید بدیم، بقیه پروتستان ها به نام پدر، پسر، روح قدس تعمید میدن. خب چه فرقی هست؟ هیچ فرقی نیست به نظر من، چون که عیسی مسیح همون الوهیتی هست که پدر هست که روح قدس می باشد. پس ولی عیسی مسیح خداوند خودش فرمان داد به نام پدر، پسر، روح قدس. حالا اینجا پتروس داره میگه به نام عیسی تعمید بدید. اگه من بخوام اشتباه بکنم در این موضوع، میرم اگه اشتباهی هست تو کار من اون چیزی که مسیح رو گفته رو به انجام میرسونم. استاد، نه معلم، نه پیرو استاد. یا اون پتروس هر چی گفته بیش از حد مهمه. اینجا هیچ اختلافی بین عیسی و پترو نیست. اگه شما به نام عیسی تعمید بدین اونم قبوله، به نام پدر، پسر، روح قدس تعمید بدین اونم قبوله، چون که هم عیسی اینو گفته هم پتروس گفته. پس اگه به نام عیسی تعمید بدیم که نام پدر با نام عیسی که یکیه،
نام روح قدس با نام عیسی یکیه. پس زیاد موضوع رو پیچیده نکنید عزیزان، انقدر قرقاتیش نکنید، انقدر ببخشید مثل قدیما یه دنده نباشید که ما باید فقط به نام عیسی مسیح تعمید بدیم. خب حالا من فکر می‌کنم موضوع یه مقدار پاسخ دادم، حالا امیدوارم که پاسخ داده باشم. ولی پس جمعی مردمی که اونجا بودن موعظه رو میشنون و میدونن که باید یه کاری بکنن. پتروس بهشون میگه توبه کنید و به نام عیسی تعمید بگیرید و عطای روح قدس به شما داده خواهد شد، که به همین اتفاق افتاد. وقتی این 3000 نفر ایمان آوردن، تعمید گرفتن، حالا شما حساب بکنید چه زمان طولانی این 3000 نفر رو باید تعمید میدادن. مطمئنا تمام رسولان مسیح با هم دیگه داشتن تعمید میدادن و این اتفاق 100% یه مدتی طول کشید که همه تعمید بگیرن. ولی چه روز شاد و خوبی بوده برای رسولان مسیح و برای اونهایی که تعمید میگیرن. برای کلیسای مسیح از 125 نفر شدن 3125 نفر. خدا رو شکر تو یه روز. شاید این آمار رو نداشته باشید عزیزان، لازم است که یادآوری کنم و مطمئنم که تا حالا نشنیدید. در کلیسای ادونتیست‌های روز هفتم یا منتظران روز هفتم، ما هر روز دور دنیا 3000 نفر به کلیسای ما افزایش پیدا میکنن. 3000 نفر تعمید میگیرن روزانه توی کلیسای ادونتیستا، که خیلی شبیه همین کتاب اعمال رسولان میباشد. خدا رو شکر میکنم برای این تعمید عزیزانی که هر روز اضافه میشن به کلیسای عیسی مسیح. خیلی خوب، پس و آیه 41 ببینیم آیه 41 چی نوشته. آیه 41 از باب 2 اعمال رسولان نوشته: پس پیام او را پذیرفتند جمعی اون مردمی که اونجا بودند و تعمید گرفتند. در همان روز حدود 3000 تن به دیشان پیوستند. خیلی خوب، پس میبینیم که پیام رو پذیرفتن. ما باید پیام رو بپذیریم عزیزان. بایستی پیامی که از کلام خدا به گوشهای ما میرسه و قلبهای ما رو لمس میکنه رو انکار نکنیم، بپذیریمش تا بتونیم نجات عظیم عیسی مسیح رو در زندگیمون دریافت کنیم و ما هم مثل این 3000 نفری که 2000 نزدیک تقریبا 2000 سال پیش به کلیسای مسیح اضافه شدن، ما هم اون تجربه رو کسب کنیم و با کلیسای مسیح باشیم و رشد کنیم و خادمین مسیح باشیم. آیه بعدی که میخوام براتون بخونم در اول یوحنا باب 1 آیه 9 میباشد. بسیار آیه خوب و مفیدی هست و مطمئناً قلبهای شما رو شاد خواهد کرد. آیه 9 براتون من ارائه میکنم. اینجا یوحنا میفرماید: ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است گناهان ما را میامرزد و از هر نادرستی پاکمان میسازد. این یک قولیه که خداوند به ما داده که اگه ما اعتراف کنیم گناهانمون رو، اون امین میباشد، اون گناهان ما رو میبخشد و حتی ما رو از هر نادرستی پاک میسازد. خیلی بسیار بسیار وعده خوب و مقدسی میباشد و بارها من این آیه رو در دعاهای خودم خوندم و از خدا خواستم که منو از هر نادرستی پاک بکنه و خدا امین هست و عادل هست و این کار رو برای ما میکنه. این یک آیه بسیار مفید و خوبی هستش. ازتون خواهش میکنم که اینو حفظ کنید، این آیه رو که به یاد داشته باشید و هر موقع که نیاز دارید این آیه رو در ذهن خودتون به خودتون رو یادآوری کنید. خیلی خوب، آیه بعدی هست فرمان عیسی مسیح. برمیگردیم به متی 28. اینو آیه رو بارها خوندیم ولی دوباره بخونیم مشکلی نیست. و مسیح میگه که برین به تمام امتها. یوحنای 28 نوشته، از آیه 19 براتون این دفعه من میخونم. پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح قدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده‌ام به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. پس مسیح میگه که برید این پیام به جهانیان برسونید که گناهانشون رو اعتراف کنن که من امین و عادل هستم، میبخشمشون
از هر نادرستی من پاکشون میکنم. این وعده مسیحه و ما به جهانیان این کلام رو میرسونیم. همین الان از طریق این برنامه داریم این کار رو میکنیم. وقتی که به خونه مردم میریم و باهاشون کتاب مقدس رو در خانه هاشون باز میکنیم و دعوتشون میکنیم که توبه کنن، داریم این مأموریتی که مسیح به ما گفته انجام بدیم داریم به انجام میرسونیم. هر موقعی که یک جلسه‌ای برقرار میکنیم و عزیزان به جلسه های ما میان و کلام خدا رو میشنون و توبه میکنن، ما داریم این پیام مسیح، این مأموریتی که مسیح به کلیسای خودش عطا کرده رو داریم به انجام میرسونیم. خب آیه بعدیمون هست اول قرنتیان 12:13. آیات زیادی میخوام با هم دیگه بخونیم امروز. این آیه هم میخوام براتون بخونم، آیه بسیار خوبیه. باب 12 آیه 13 از اول قرنتیان. رسول عیسی مسیح پولس میفرماید زیرا همه ما چه یهود و چه یونانی، چه غلام و چه آزاد، در یک روح تعمید یافتیم تا یک بدن را تشکیل دهیم و همه ما از یک روح نوشانیده شدیم. خیلی خب، پس اینجا داره پولس چی میگه به ما؟ میگه که ما همه، چه یهودی چه غیر یهودی، همه در یک تعمید، در یک بدن تشکیل شدیم. در یک تعمید، در یک بدن. ما همه به نام عیسی مسیح، به نام پدر، پسر، روح قدس تعمید گرفتیم. ما همه در یک روح قدم میزنیم. ما در اتحاد کامل هستیم. این هم خودش یک تجربه‌ای هست که از طریق تعمید به دست ما میرسه. هیچ کس نیستش که در کلیسای واقعی مسیح در تعمید مسیح وارد بشه و در این اتحاد شرکت نکنه، مگر اینکه واقعا آدم ریاکاری باشه. همه دعوت هستن و ما همه اتحاد داریم. یهودی، غیر یهودی، سیاه، سفید، فرقی نداره. از کجای دنیا اومدیم، به چه زبانی صحبت میکنیم. ما در عیسی مسیح یک ملت هستیم. در عیسی مسیح یک مردم هستیم. خدای ما عیسی مسیح رهبر ماست. خدای ما عیسی مسیح نجات دهنده ماست. هیچ انسانی نمیتونه با عیسی مسیح رقابت کنه. نمیتونه. چون عیسی مسیح از اول بوده. عیسی مسیح خداست. خب آیه بعدی ما باز همین باب 12:27، اول قرنتیان 12:27. این آرم براتون بخونم. نوشته بدین قرار شما بدن مسیح هستید. چون که ما یادتونه ما یهودی غیر یهودی در یک تعمید، در یک بدن ما تشکیل شدیم. پس بدین قرار شما بدن مسیح هستید و هر یک عضوی از آنید. پس همه ما ایمانداران عزیزان وقتی که تعمید میگیریم وارد این خانواده مقدس میشیم. ما جزو این خانواده مقدس هستیم و در مسیح یک بدن، در مسیح یک عضو. هرچند عطاهای متفاوت هست، بعضی ها معلمن، بعضی ها شبانن، بعضی ها واعظن، بعضی ها نبوت میکنن، بعضی ها دعا میکنن، بعضی ها مهمون نوازن، هدایای متفاوت. ولی همون نحوی که بدن انسان اعضای متفاوت داره، بدن عیسی مسیح، کلیسای عیسی مسیح که بدن عیسی مسیح هست، با اینکه اعضای متفاوت داره، هدایای متفاوت داره، ولی ما یکی هستیم. یک خانواده، یک مردم، یک قوم، یک ملت. سرتاسر دنیا هستیم ولی در مسیح. خب این برمیگردیم به اعمال رسولان. اعمال رسولان 22:16. اعمال رسولان، به 2 کتاب برین عقب. اعمال رسولان 22:16 نوشته حال منتظر چه هستید؟ برخیز و تعمید بگیر و نام او را خوانده از گناهانت پاک شو. خب امروز مطمئناً افرادی هستن، عزیزانی هستن که این کلام به گوشتون رسیده و شما هم میگین که من هم به عیسی مسیح ایمان آوردم. چی بود که کلیسای قرن اول شنیدن و ایمان آوردن؟ چی هستش که امروز هنوز مردم به چه پیامی هست به گوشهاشون میرسه
که ایمان میارن و نجات مسیح رو در قلبهاشون دریافت میکنن، لمس میشن و تعمید میگیرن به نام پدر، پسر و روح قدس. کلام خوب انجیل که عیسی مسیح پسر یگانه خداوند ما، پدر ما در آسمان، از آسمان آمد و اومد به این زمین، در میان گناهکاران زندگی کرد. وقتی که ما هنوز دشمنان خدا بودیم برای ما روی صلیب موت شد تا ما نجات خداوند رو به دست بیاریم و بعد از 3 روز زنده شد و الان در قدس الاقداس کنار دست راست پدر ما در آسمان مسیح هنوز داره خدمت میکنه. مسیح همون کلامیه که انسان گردید، همون کلامیه که با خدا بود و خودش خدا بود و به واسطه اون کلام همه چیز پدیدار شد، همه چیز خلق شد. عیسی مسیح همون نجات دهنده‌ایه که پاک هست و فروتنی کرد و خودش گفت در مزامیر 22 آیه 1 و 2 گفت 1 تا 5 گفت من انسان نیستم، من کرم هستم، چون که اون برای ما گناه شد. توی باغ گتسمانی برای ما گناه شد و مسیح اونجا گناههای ما رو بر دوش خودش گرفت و حمل کرد و به خاطر گناهان ما بود، به خاطر اون ضربه‌ای که بهش رسید، به خاطر سنگینی گناه بود، گناهان همه انسان‌ها تو تمام نسل‌های متفاوت. به خاطر اون بودش که عرق عیسی مسیح قطره‌های خون بود. عزیزان، عیسی مسیح همون نجات دهنده هست که قلب‌های بسیاری از آدم‌های زیادی دور دنیا در نسل‌های قبل و امروز هنوز داره لمس میکنه و مسیح هنوز داره جهانیان رو صدا میزنه بیایید به نزد من ای همه کسانی که بار سنگین هم میکنید، بیایید من یار خودم رو به شما میدم. عیسی مسیح شما رو امروز صدا زده. عیسی مسیح میخواد شما رو عزیزان نجات بده و اگه توبه کنید، ایمان بیارید، تعمید بگیرید، نجات پیدا میکنید. از مرقس برای شما میخونم، مرقس 16 یوحنا، متی اولین کتاب عهد جدید، بعدش مرقسه. دومین کتاب عهد جدید مرقس 16 اینجا نوشته 16 نوشته هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. امید من این است که امروز شما ایمان آوردید و حاضرید که عیسی مسیح شما رو از گناه رهایی بده و یک زندگی نوعی رو به شما عطا کنه و شما به نام پدر و پسر و روح قدس تعمید رو دریافت کنید و تعمید بگیرید و بذارید شما هم یه الگویی باشید برای عیسی مسیح تا مسیح بتونه کسانی که دور و بر شما هستن رو نجات بده. شما امروز به خاطر ایمانتون دستهای مسیح هستید، پاهای مسیح هستید. شما برای عیسی مسیح بایستی موعظه کنید، واعظهای مسیح هستید. حقیقت رو به مردم برسونید عزیزان و روز مقدس مسیح رو انکار نکنید. روز سبت، هفتمین روز هفته، روزی که خود عیسی مسیح در پیدایش بنا کرد، افتتاح کرد و گفت همه جهانیان بعد اون روز رو مقدس بشمارن. پس عزیزان، دعای من برای تک تک شما این هست که در هر کاری که میکنید موفق باشید. مسیح شما رو حفظ خواهد کرد، حافظ شماست، خداوند شماست، نجات دهنده شما. تا برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.